بینندگان عزیز، مادر شما سنیات چه کار میکرده با مردهای نامحرم؟ خیلی خوب، هیچی نگیم آقای سیست. جمعه هست بینندگان عزیز، خدمتان به عرض برسانم که کسی تون راهپیمایی مزخرف اینها شرکت نکنه. خدا خیرتون بده. ما راهپیمایی داریم انشاءالله یوم تخریب قبور ائمه بقیه علیهم السلام. ما به خاطر چند تا فلسطینی ناصبی خودمون به کشتن نمیدیم. با این حماس ما میخوایم وحدت کنیم، با این حماس که وقتی در جنگ ها و حملاتی که شد و بمبارانی که شد و مجروحان زیادی، تلفات زیادی داشت از طرف هلال احمر ایران که خواستن برای اونها خون بفرستند و کمبود خونی اونها رو برطرف بکنند، اینها قبول نکردند. گفتن ما نمیپذیریم که خون شیعیان بیاد و داخل بدن مجروحان ما بشه. چند سال پیش آقا یادمه که تمام رسانه ها اومدن یه تصویر رو از فلسطین نشون دادن. کدوم فلسطین؟ همون فلسطینی که خون شیعه رو مباح میدونه، میگه 7 دونه شیعه بکش وجبت له الجنه. عرضم به حضورتون همون شیعه‌ای که وقتی که خون از هلال احمر ایران بردن گفتن ما خون شیعه به رگهامون وصل نمی کنیم. در همین کشوری که ضد امیرالمؤمنین هست یک بشکه‌ای بود که یه نفر با بچهش پشت بشکه یه دستی به تسلیم تکون داد، یه تیر بهش زدن کشتن. های انتفاضه یعنی انقلاب. انقلاب راه افتاد که های بیاید ببینید. خب بخوایم وحدت کنیم دیگه. لذا این حرف ها اتحاد اسلامی، وحدت اسلامی فقط یک تبلیغات سطحی و غیر واقعی است که یک سلسله اهداف سیاسی به دنبالش هست. ما خوشیم آقایون، خیلی بهمون داره خوش میگذره. دور تا دورمون رو دشمن گرفته. في فمي أخبار وبأحشائي أسايا بعد العهد بحرمي فغدا ضمن الحكايا وغدا القدس كتابا غائرا بين الزوايا وغدت أشلاء قومي في البراويز هدايا إن يكن في العين دمعي فبأحشاء الشظايا من لنا إن ماتت الآمال في ليل الرزايا من بل لدمعات الصبايا قد أطلنا نداءات فكم يا بعد يا بيد أننا رأينا منكم غير التحايا. الله أكبر. در بحبوحه این حرف ها یه وقت دیدیم که یک میکروب، یه ویروسی داره تکثیر مثل میکنه. هی میرن پیش بعضی از بزرگان، بعضی از علما، بعضی از محترمین که آقا شما دارید به کی کمک میکنید؟ اهل غزه ناصبی هن. ناصبی یعنی دشمن اهل بیت دیگه. ناصبی هم. یه عدم باور کردن، دیدیم پیغام و پسخام که آقا میگن اینا ناصبی هم. گفتیم پناه بر خدا، لعنت خدا بر شیطان رجیم خبیث. در غزه مسجد الامام امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب هست، مسجد الامام الحسین هست.
چطور اینا ناصبی هن؟ سنی هن. بله سنی هن. اما ناصبی اینجور زدن، اینجور اقدام کردن، اینجور کار کردن. نقطه مقابلش هم هست. یه عده بلندشن برن قم لابلای کتابای شیعه رو نگاه کنن ببینن کجا اهانت به مقدسات اهل سنت، از اون عکس بگیرن بیان پخش کنن تو محافل سنی. ببینید آقا این کتابای شیعه است. یا یک گوینده نادان غافل یا مغرضی روی منبر نسبت به مقدسات اهل سنت یه حرف مهمل و بدی بزنه، این رو نوار کنن، CD کنن، برن اینجا اونجا پخش کنن. ببینید آقا این شیعه است. این رو به او بدبین کنن، او رو به این بدبین کنن. این معناش چیه؟ و تذهب الریح حکم ینجه، یعنی همین دیگه. وقتی اختلاف پیدا شد، وقتی تفرقه پیدا شد، وقتی نسبت به هم سوء ظن وجود داشت، وقتی یکدیگر رو خائن دانستیم، طبیعت است که با هم همکاری نخواهیم کرد. همکاری هم اگر بکنیم صمیمی نخواهیم بود با هم. این همون چیزیست که اون دشمن دنبال اوست. هم عالم شیعه هم عالم سنی باید این رو بفهمند، این رو درک کنند. بدیهیست دو تا مذهب در برخی از اصول، در برخی از فروع با هم اختلاف دارن، البته در بسیاری هم با هم اتحاد دارن. اما اختلاف به معنای دشمنی نیست. فتاوای فقهای شیعه در مواردی 180 درجه با هم اختلاف داره. فتاوای ائمه اهل سنت در مواردی بسیار با هم دیگه اختلاف داره. اما لزومی نداره وقتی اختلاف داره انسان به هم دیگه بدگویی کنن، فحش بدن. خیلی خوب او مذهبش اینه، اونم مذهبش اینه. نگاه، یعنی هیچ کس نباید خیال کنه که اهل بیت پیغمبر مخصوص شیعن، متعلق به شیعن، نه، مال همه دنیای اسلامن.